بینندگان گرامی تلویزیون ملی افغانستان سلام. امید که در هر جای این سرزمین زیبا هستین جور و صحتمند و سرفراز باشین. بینندگان گرامی، به ادامه گزارشات برنامه میهن من ما این بار در یک از نقاط دوردست ولسوالی میرامور سفر نمودیم. در قریه سنگان، جایی که مردم آن با اتحاد و همدلی در زیر چتر همبستگی میخواهند سرک را بسازند که مشکلات و چالش‌های عبور و مرور حمل و نقل آنها را حل نمایند و شما دعوت میکنیم که تا آخرین گزارش با ما باشید. سرزمین هنر، سرزمین هنر، سرزمین هنر، سرزمین هنر. بشتابید هموطن به آبادی کشور، بیا پیش ای هم کش در آغوش مادر. به مهدی پهناور، به مهدی پهناور، به مهدی پهناور، به مهدی پهناور. سرزمین هنر، سرزمین هنر، سرزمین هنر، سرزمین هنر. شگوفا و قشنگ بسازیم من گلشن، ریشه اتحاد مستحکم در وطن. شگوفا و قشنگ بسازیم من گلشن، ریشه اتحاد مستحکم در وطن. ببخشیم به این خاک با هم رونق بیشتر، ببخشیم به این خاک با هم رونق بیشتر. به مهدی پهناور، به مهدی پهناور. سرزمین هنر، سرزمین. سرک به عنوان یک از مهمترین زیرساخت‌های توسعه همواره نقش اساسی در رشد اقتصادی، دسترسی به خدمات عامه و بهبود زندگی مردم داشته است. پروژه‌های زیربنایی و عامل منفعه زمانی به ثمر می‌نشیند که با اتحاد و همدلی و روحیه مسئولیت‌پذیری مردم همراه باشند. روحیه‌ای که امروز در سایه تامین امنیت سرتاسری کشور و فضای اعتماد بیش از هر زمان دیگر تقویت شدند. در شرایطی که مردم افغانستان همگام با امارات اسلامی علاقمند پیشرفت، آبادی و خودکفایی کشورند، باشندگان قریه سنگان و لای ولسوالی میرامور ولایت دایکنده با دیانت، اتحاد و کار جمعی نمونه روشن از مشارکت مردمی در بازسازی کشور را به نمایش گذاشتند. در ادامه بازسازی شاهراه دایکنده غزنی، کار ساخت حدود 8.5 کیلومتر سرک در منطقه سنگان ولسوالی میرامور با اتحاد جمعی و بودجه مردمی جریان دارد. سرکی که اکنون بیش از 60% پیشرفت کاری داشته و امیدی تازه‌ای را در دل هزاران خانواده زنده کرده است. که به نام البته عمومیش بگیم به نام شاهراه عمومی دایکنده غزنی و یک بخشی را که ما پیش میبریم به نام بخش تاکو که از منطقه لای شروع میشه و سنگو شروع میشه و در منطقه لای ختم میشه و این رقم ادامه داره تا غزنی و هم تو طرف برکر. ما در حدود 3 ماه مقدار میشه که کار شروع کردیم. ما آغاز و کمپاین نایشی و عملا در 2 ماه پیش اینا در حدود میشه کار شروع شده و الحمدلله کارم به خوبی پیش میره. از اهمیت از این سرک اگر ما شما صحبت بکنیم بسیار یعنی از اهمیتی بسیار بالایی برخورداره. این که مثلا یک شاهراه میشه که غزنی و دایکنده رو وصل یک طرف و از طرف دیگه که مثلا نصف ولسوالی رو به همو راه عبور مرور است برای 4 فصل میشه. یعنی ما درست یک سرک بود از طرف قسمت لای بود و کوتل داشت، از طرف زمستان 3 ماه زمستان در حدود 4 ماه راه بسته بود، ولی سرک را که ما یعنی راه اندازی کردیم از طرف پایین بسیار همواره و همینطور برای 4 فصل استفاده میشه. شاهراه دایکنده غزنی اصلی نامگذاری شده. این از این منطقه سنگان هم شروع شده، همین نوکاری از سرک همین مورد این مسیر طرف لای، از لای طرف برکر همینطور ان شاء الله مورد اجرستان بله باتور و ناورد غزنی وصل میشه. باز یک عده دوستا خیرین بزرگوارا همینطور پلان سنجید که میره کمک جمع‌آوری کنی همین سرک از توسط مردمی ان شاء الله کار شوه که بسیار یک مشکلات های مردم برطرف مونه. مردم سنگان همین مسیر در کل خیلی مشکل بود.
باشندگان این منطقه میگویند که در سالهای گذشته به ویژه در فصول زمستان حدود 15,000 نفر از ساکنان قریه‌های اطراف به دلیل مسدود بودن و دوری مسیرها با مشکلات جدی مواجه بودند. آنان نه تنها دسترسی آسان به مرکز ولسوالی نداشتند، بلکه رسیدن به شفاخانه‌ها، بازارها و حتی ولایت غزنی برایشان دشوار و گاهی ناممکن میشد. حرفی که حضرت ابراهیم در سرزمین عربستان گفته بود، ما به مو خاطر اقدام کردیم. حضرت ابراهیم فریاد زد رب بشه الهازا بلدن آمنا، خدایا این سرزمین را برای ما امنیت قرار بده. این یک ضربه